سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پخت‌وپزهای خانگی. ما امروز همراه حکیم بالشکه با وریانی سوگوشان کتر میکنیم. به حد ملایمه که عجایبات میبیاد. محصولات لازمه برای ما برای خمیرش چی ها لازم؟ من یک دانه سفیدی زردی تخم الکه جدا کردم. سفیدیش برای خمیر، زردیش برای مالیدنی رشد. 20 گرم دراژی تر. اگر دراژی تر نباشه میتونید خیلی دراژی استفاده کنید. چقدرش باشد نکی خشک باشه 7 گرم تا 11 گرم اندازیت میشه. و من نمک 100 گرم شکر. اگر شیرینی دوست دارید بسیارتر همراه کنید. برای چی 100 گرم گرفتم؟ برای اینکه داخلش وریان سوگوشان میشود. من 4 قاشق روغنی مسکه یا که رستنی، 250 میلی لیتر شیرامو گرم باشد، سخت گرم نباشد، خیلی شیر گرم میگوییم. من 650 گرم آرد لازم است. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. ما در اول دراژه تیار میکنیم. نگانتی استکانه میگیریم. من دراژمه میاندازیم. همین بعد دراژمه انداخته ما بالای همین دراژبه یک قاشق کلان من شکر همراه میکنیم. شکر همراه کرده ما 2-3 قاشق من آبی گرم شیر گرم همراه میکنیم. 2-3 قاشق من شیر گرم همراه کرده شروع همین دراژمه و شکرمایه آب میکنیم. خیلی محصولات شود. من دراژ و شکرمو باید اینمی خیلی آب شود. ما اینه 5-10 دقیقه بالاشه پشته نگاه میداریم. کاسبه شکر میگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند کار ما به فیض و برکه و آبروتیت. من سفیدی تخممو اصلی آب کرگیامو نمک همراه میکنیم. نمک همراه کرده که شیره ریخته ما همه محصولاتمی خوش رو آمیخته میکنیم. بسم الله همه محصولاتمی خوش رو آمیخته میکنیم. محصولاتمی خوش رو آمیخته کردیم که دراژه همراه میکنیم. خیلی دراژه میبینیم چه خوشته است. من نگاه کنید ریاکسیه برآوردگی. من دراژه همراه میکنیم. دراژه همراه کرده خوش رو خمیر تیار میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آرد همراه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خمیر تیار میکنیم. برای چی خمیر دراژه تر کردم؟ برای آنکه اگر دراژه تر کرده همراه کنیم پخبایی میشه. من نگاه کنید خمیر ما هم تیار شد. سخت کرد. ما خمیر ملایم نمیکنیم. من سخت کرد که زرد خشور تیار شد. ما کمتر من همین روغنی ماندگی کاسامایه بالاش بریخته کمتر روغن کرده بعد سلفان میکنیم. نه استریش کرده میمانیم و 1 ساعت جای گرم تر و نگاه میکنیم خشور دم کنم. من خمیری ما هم دم گرفت. نگاه کنید چه ورم کرد. من بیاد ورمی خوش رو کرد. من کمتر ستالمای روغن کرده زوالهامای میگیریم خمیرمایه. من خمیرمایه به زوالچای برابر تقسیم میکنیم. خواهید ترازوچتان باشد خواهید ترازوچکی چین کنید. با نقص همش برابر یک خیل میبیاد. من هر یکشه 80 زوالچه میگیرم. 80 کنه همش یک خیل میبیاد. بالشکی چی سرید نمیشد. یعنی همیشه اینطور من زوالچه میگیریم. خمیرهای زوالچه میگیریم. همش نگاه کنید یک خیل آمدگی. من از زوالچه دم گرفت ترکش میگیریم. شروع تندوق میکنیم. خمیرش خودش ملایمه که روغنینی خوشروه. من خیلی وریانه سوگوشان که میمونم. مغازه فیکس پریس میفروشه 55 روبل. میگذاریم.
خواهید شکلات مونید، خواهید چه خواهید چهارمغز مویز چه باشد مونید میشه. من خوش رو محکم کردیم. میتونید شما خواهید اینجا شد کارت خطی درازک ریزه کنید یا هم تو کلوله تاوی. من این قالب کی ریزم کنم میدانید اما که قالب چه خوش رو مبررد بولشگاه من ارچه شکل میشه. من خوش رو تاب میتیم تا آخر من روش میبیاد. نمی تفر کرده همه بولشگاه ما درازک شکل من میخوای کرده تیار میکنیم. خیلی میتونید هم تو کشایده میشد شرط نیه. خیلی روشبه خیلی ارچه آوردن یا که کارد زنیدن میشد دیگان جایی گندگیش نیه. شرط نیه که شما همین قالبه داشته باشید و همین قطعی تیار کنید. من میپاشیم زیر میکنیم اول برای آنکه خیلی نبرد وریانش کمتر لبش هم قطع میکنیم برای پیچانیدن. خودش مبینش رزمیر میشه. میبریم سخت‌تر زیر میکنیم خودش همش جدا میشه. ما کوینه تا آخره میپیچونیم. میتافر کرده همیشه ما پیچونده. همه بولشگاه شدم من فرم شیشگی گرفتم. ما همه بولشگاه میچینیم. خواهید خیلی لیست بچینید شرط نیه فرم بچیندن. من خیلی فرم میچینم. میبینیم از این چانتایی میبرد 4 تایی میمانه از یختی ورم میکند با ورم کند خیلی مبینشه میگیرد با خیلی کاغذ مانید شرط نیه. میتونید خیلی مسئله یکی روغن کنید کمتر. خیلی من برای با آسانتر شدن پرگامت نیه بوماگه گذاشتم. من 8 دانش گرفتم فرما با ما موندگش لیست میچینیم. ما اینه 15 دقیقه باشه پشت میمونیم. برای چی؟ اگر ما اینه تخم آلوده تفتان بمونیم این تماما درینش خامک میموند و رم نمیکند یعنی پخبای نمیشه ملایم. سببش این که ما اینه 15 دقیقه باشه پشت میمونیم سلفان که خوش رو ورم میکند بعد تخم آلوده ما تفتان بمیمونیم. من نگاه کنید بولشگاه ما چقدر رو ورم کرد. من یک دانه تخم یک قاشق شیر یک قاشق دو قاشق شیر همراه کرده رو آمیخته میکنیم. من رو آمیخته کردیم ما کو بولی بولشگاه ما بخش رو میمالیم. ما چشمه یک خیلی میمالیم. خواهید روی بولشگاه میتونید خیلی مک پاشید کنجوت پاشید چه خواهید پاشید نپاشید یگان چک نکنید میشد شرط نیه. من یگان چی نمیکنم فقط تخم میمالم. با مدت 15-20 دقیقه 180-200 درجه تفتاننده پخته میگیریم ما بولشگاه. چگونه میبینید بولشگاه ما هم پخت نگاه کنید نمودش چه خیلی عجایبات آمد. یک خیلی رنگش یک نمود ما تا خنک شدنش بولشگاه ما یکان سچاقچی یعنی پختگینکی سچاقچه یا که دسترخوان پختگینکی بالاشو پشته میمونیم برای آنکه خیلی همین حوراش برآمده سچاقچه پختگینو ما خودش به حوراش میگیرد. بولشگاه ما بی حد ملایمی عجایبات میبیاد. نه بولشگاه ما هم خنک شد نگاه کنید چه خیلی آمد عجایبات نمودهش. نه نگاه کنید ما بولشگاه میگیریم فرمه نگاه کنید چقدر همش یک خیلی خوشبندگی. من نگاه کنید چقدر نمودش عجایبات اومد. من نگاه کنید چقدر ملایمک نبینید چقدر عمدگی بکنید از نو پجاماش میبدارد. ما درونش شکستم بینیم چقدر عمده است. بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید درونش چقدر عجایبات عمدگی. خمیرش نگاه کنید خمیرش چقدر سفیدی خوشرویی زیر کنی از نم میبدارد عجایبات.
با دستگیری شما باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه انشالله. نه شما هم حتما تیار کنه، منه مزدش فهمید چشید خیلی بالازد. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید دوستان.